سلام آقا، ما باز اومدیم. عرضم به حضورتون که این روزا شیخ فری تو نیویورک کنگر خورده و لنگر انداخته و چپ و راست در تدارک جوشکاری با آمریکاست. شیخ حسن هی کلید زهرالودش رو میکنه تو قفل بی‌اعتمادی و فرد و فرد میچرخونه. آقای روحانی در دیدار نخبگان، مدیران و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم آمریکا گفت شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که فضای مناسبی در بخش‌های مختلف انرژی، صنایع و حمل و نقل برای سرمایه‌گذاری فراهم شده است. حالا درست تو همین با نفسا جونه برای سپاه اساسی قلاده پاره کردن و چپ و راست برای شیخ فری شاخشونه میکشن. یکی از باطلاق زهر میگه که داره کل نظامو غرق میکنه. سرتیپ غلام حسین غیب پرور فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت فتنه جدید آغاز شده و باید مراقب بود تا در باطلاق دسیسه‌های دشمنان غرق نشویم. از اون طرف سردسته بسیجی‌ها با سیلی عراق و سوریه صورتش سرخ نگه می‌داره و واسه جلوگیری از ریزش بسیجی‌های وامونده از این قپیا میاد. قدرت ما بر مبنای شعار مرگ بر آمریکاست، اما برخی میگویند این شعار را باید کنار گذاشت. امروز ما در حال پیروزی هستیم، چرا باید عقب نشینی کنیم؟ هر روز جوانانی به من مراجعه می کنند و می گویند ما را به فلسطین، عراق و سوریه بفرستید. خب آره دیگه، تا دیروز خرطوم سپاه بود و بشکه اقتصاد مقاومتی، خرطوم و راهی می کردن و حالا نخور کی بخور. الان اما کوسه و دنبشم وارد گوت شدن و با زیاد کردن دست میخوان نون پاسدارا رو آجر کنن. اینجا جاییه که داد شریعت نداری هم به هوا میره و هرچی از ذهنش در میاد نثار باند کوسه میکنه. آمریکا را نباید به خاطر دهها و صدها جنایت و خیانت علیه ملتمان و دیگر ملل آزاده دنیا سرزنش کنیم. سرزنش که هیچ، باید لبخند هم به رویش بزنیم و در آغوشش بگیریم. وطن فروشان داخلی که برای آمریکا دم تکان می‌دهند و توصیه به دست دادن با شیطان می‌کنند، اولین خائنان به ملیت و شرافت انسانی ملت‌هایشان نیستند و اتفاقاً مقلدانی هستند که بالا و پایین پریدن پیش آمریکا را ناشیانه از روی دست دیگران تقلید می‌کنند. جالب اینجاست که شیخ فری هم مشغول باد کاشتنه. یعنی تا وقتی عبای ولی فقیه جره و جره و وضعیت امامه قدرت تو نظام ولایت تعیین تکلیف نیست، هیچ سرمایه‌ای هم راهی حلق نظام نخواهد شد. واسه خاطر همینه که هر دو باند دارن کشک میسابن و از این بکش ها واسه هیچ کدومشون آبی گرم نمیشه. حالا بذارید شیخ فری هی نقشه بکشه و پاسدارا هم هی براش خط و نشون بکشن. ته خط اون چکه کشیده میشه میخ نظام ولایته. موشکار